پروژه بی‌نظیر در دنیا که 50,000 تاکسی آخرین مدل تویوتا که همگی تحت مالکیت شرکت داتفان هستند. رونمایی از تاکسی‌های برقی داتفان. این هم راننده‌های داتفان. راننده‌ها حتما باید استخدام شرکت باشن و گواهی عدم سوء پیشینه داشته باشن. خبر خوب این که این راننده‌ها بیمه هم میشن. دوربین داخل ماشین برای امنیت مسافر طراحی شده و در صورت درخواست خود مسافر امکان اشتراک گذاری برای خانواده و دوستان هست. دوربین بیرونی تاکسی همیشه فعاله و کنترل میکنه نحوه رانندگی راننده رو. اگر راننده خواب‌آلود باشه و حتی سیگار بکشه به مرکز اطلاع داده میشه. دیگه راننده ها با اپلیکیشن موبایل مسافراشون رو دریافت نمیکنن، بلکه از طریق این مانیتور مسافراشون رو دریافت میکنن. این دوربین داخل کابین و این هم دوربین بیرونیه که حتی صدای کابین هم برای حفظ امنیت مسافر ضبط میشه. این فضای داخلی ماشینه و برای سرنشینان عقب هم 2 مانیتور تعبیه شده. این شرکت حس امنیت رو به آدم‌ها برمیگردونه. این هم اپلیکیشن داتفانی که کار کردن باش خیلی راحته. و ویژگی جذابی که داره اینه که میتونی سفرتو از روز قبل رزرو کنی. میتونی در اختیار بگیری راننده رو و زمان و تاریخی که میخوای سفر کنی رو انتخاب کنی.